بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة ولا تسافرن امرأة إلا ومعها محرم رواه البخاري ومسلم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرت ابن عباس روایت میکنه رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود: لا یخلون رجل بامرأة، هرگز یک جا و خلوت نکنه یک مرد به همراه یک زن نامحرم. ولا تسافرن امرأة الا و معها محرم، و همین چنین سفر نکنه یک زن به تنهایی خود مگر به همراهش محرم باشد. شأن ورود حدیث: روز صحابی در محضر رسول صلی الله علیه و سلم آمد، گفت: یا رسول الله، من نامم به جهاد برآمد، اما همسرم احرام بسته، میخواد حج بره، آیا او را اجازه هست؟ من نمیتوانم رفته. نه، گفت تو در جهاد نرو، به همراه همسرت به حج برو. از این معلوم می شود که بدون از تا حدیث دیگری می آید، یعنی مرد به همراه زن خلوت نمیکنه اردیش نامحرم باشه مگر سیوم شیطان است تا که دوتر از راه بکشد. از همین لحاظ رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه هرگز اجازه نیست بر یک زن بدون محرم خود سفر کنه، ولو ایام حج باشد، و همین چنین خلوت بکنه به یک امراه یک نامحرمی ولو در هر جای باشه. پیامبر صلی الله علیه و سلم از این جدا منع میکنه. همین چنین حضرت ابی هریره رضی الله تعالی عنه روایت میکنه رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند: لا تتخذوا ظهور دوابکم منابر، رواه ابو داود. احادیث قبلی است. حضرت ابی هریره رضی الله تعالی عنه روایت میکنه رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود: شما نگیرین پشت حیواناتتان را منبرها. به این معنا یعنی بعضی کسا عادت داشتن وقتی که مرکب یا هم شتر یا اسب را سوار میشدن، در یک جایی که ضرورت هم میشد نیم ساعت کارشان که میبود سریع میشدن، قصه شروع بود. یکی به همراه دیگر. پیامبر صلی الله علیه و سلم از این منع کرد: یا نفس دارن یا حیوان هستن یا هم خود زله میشن، مانده میشن، سرشان فشار میآیند، اگرچه تکلم کرده نمیتواند، اما او همه چیز را میفهمه. شما پشت را منبر بر سخن خود نگیرید، به حد ضرورت خود سوار شوین، از ضرورت که تمام شد باز او را باید چی کنین؟ یعنی از او پایان شوین. عن ابن عباس رضی الله تعالی عنهما قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم: لا تتخذوا شیئا فیه الروح غرضا، رواه مسلم. اینجا یک مسئله مهم را پیامبر صلی الله علیه و سلم اشاره میکنه، یعنی فرمود رسول الله صلی الله علیه و سلم: لا تتخذوا، شما نگیرین، شیئا چیزی را که فیه روح، دو روح از غرضا یعنی نشانه. پیامبر صلی الله علیه و سلم منع کردن کسی را که نشان میزنه. حیواناتی که روح دارن، حیواناتی که چیز دارن، جسم دارن، حیواناتی که مخلوق خدا او را نشان گرفته زدن در شریعت ما و شما حرام و ناجایز است. ولو همین چنین یک کسی یک حیوان میگیره دور نمیری، ولو ملخ باشه، پایش را قطع که میندازه، انسان در مکروه تحریمی نزدیک به حرام گناه مرتکب شده. مطلب همین، هیچ حیوان خدا را که موذی نباشه اذیت کردنش بالکل منع در شریعت ما و شما. من برایتان قبلا عرض کردم پیامبر صلی الله علیه و سلم حقوقی را بان که انسان معرفی کرده، حتی حقوق حیوانات را معرفی کرده، اما که ما نمیفهمیم مشکل در ما هست. یعنی میگه پیامبر صلی الله علیه و سلم که شما هرگز حیوانی که ولو فکر بکنیم دور نمیری، مورچه هست، موذی نیست، در خانه ما نیست، در جای مهم چیز نشده، امیر قتل کردنش ناروا هست، دیگه چیز را میمانیم. اما حیواناتی که مضر است، در یک راه میریم یک حیوان است که قتل یعنی انسان میگیره، ضرر میرسانه، باز پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه قبل از ضرر که شما را برسانه یک مسلمان برسانه او را از بین ببرید، او هم مسئله شلاید است. اما حیوانی که موذی نیست بالاخره عضوش قطع کردن یا خودش نشان گرفتن زدن بالکل در شریعت ما و شما نادرست است. درود بخوانید. اللهم صل علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد و علی آله و اصحابه اجمعین. یا رب العالمین ما را عامل به احادیث گهربار پیامبر صلی الله علیه و سلم بگردم. خدا یا رب العالمین ما را توفیق عبادت نصیب بگردم. خدا یا رب العالمین روز پی در پی هفته علمای ما شهادت می نوشن. یا رب العالمین ها را درجات عالی نصیب شود بگردم. خدا یا رب العالمین یا غفور یا کریم، خدای دروازه شهادت سری علمای ما یا رب العالمین اینها را بند بگردم. خدای علمایی که حیات هستند به خدمت دین خود، خدای آنها را ترقیات در حفظ امان خود نگه دار. خدایا ملت ما را بدون سرپرست و بدون عالم نگردان. خدایا هر یک فرزند جمله مسلمین و خصوص ما را یا رب العالمین علما و حفاظ با عمل و خادم دین بگردان. اللهم صل علی محمد و علی آله و صحبه.